سلام بچه، به پارت دوم همایش مهندسیمون خوش اومدین. اینجا من و ویکتوریا در حال نهار خوردن بودیم که بعدش هم رفتیم آرکید. هر دفعه که همایشمون تو شهر جنسان برگزار میشه حتما یه دور میریم آرکید، چون جایی که همایشمونه توی پاساژه و خیلی راحت میتونیم بریم بیرون، مخصوصا وقتی کاری نداریم. آرکید رفتن خیلی حال میده، مخصوصا برای ماها که آروم آروم داریم توی دنیای بزرگسالی قدم برمیداریم و تا الان یه سری از چالش‌های جدی زندگی و پشت سر گذاشتیم و میدونم که خیلی چالش‌های دیگه در انتظارمونه. پس خیلی مهمه که با کودک درونمون در ارتباط باشیم تا بتونیم بهتر با چالش‌های زندگیمون کنار بیایم. خلاصه بعد از این برگشتیم به محل برگزاری همایشمون و مسابقه ربات بتل شروع شده بود. تو این مسابقه هر رباتی که زودتر از این دایره بیفته بیرون باخته است و بعدش هم دیگه بهمون شام دادن. شامم خیلی خوب بود، جاتون خالی بود. بعدش دوباره رفتیم بیرون که ببینید چقدر ویو قشنگه و بعد از اینم برگشتیم تو سالن و مسابقه بتل آف د بندز شروع شده بود که یکی از مسابقات مورد علاقه منه. این آخرین برنامه روزمون بود و بعدش هم رفتیم هتل. اینم یه تور هتل خیلی کوتاه و این بود قسمت دوم ولاگمون. روزای بعدی هم توی قسمت‌های بعدی میذارم. خداحافظ.